در شهر خوجند دوامی 3 ماه سال جاری 17 حادثه سوختار به قید گرفته شده است که این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 7 عدد زیاد می باشد. در این باره مسئولین خدمات دولتی آتش نشانی شهر خوجند به ما اطلاع دادند. تاکید کردید که بیشتری سوختارهای به قید گرفته شده در منزل‌های استقامتی ساکنان به عمل آمده است که این حالت نگران کننده ارزیابی کرده می شود. بنا به تحلیل‌های سوختار نشانان از حساب عمومی حادثه‌های ناخوش سوختار در شهر خوجند مالکیت دولتی و هم شخصی ساکنان به مبلغ 2,441,553 سامانی سوخته ضرر دیده است. هنگام خاموش نمودن سوختارها، مال و اموال‌های انشاءاتی دولتی و مالکیت شخصی شهروندان به مبلغ 330,056,000 سامانی امین نگاه داشته شده است. سبب‌های اساسی سرزدن سوختار به نظارت گذاشتن تجهیزات گرم‌دهی برقی، رسیدگی کوتاه ناخودهای برقی، نادرست ساختن دودبرا، آتشبازی بچگان میباشد. از حساب عمومی 17 سوختار 12 عدد در منزل‌های استقامتی ساکنان، 3 عدد در انشاءات‌های شخصی و 2 حادثه ناخوش سوختار در نقلیات شخصی شهروندان به قید گرفته شده است. بنا به اطلاع مهندس نظارت دولتی به خطر از سوختار عبدالجلیل جلیلی در این دوره بیشتری سوختارها در منزل‌های استقامتی ساکنان رخ داده است و تاکید کرد که دوام چند سال اخیر حالت‌های فوتی ساکنان از سوختار و یا آسیب دیدن آنها هنگام سر زدن سوختار رسما به قید گرفته نشده است. تحلیل‌های سوختار نشان می‌دهد که از سال 2021 3 ماه در سال 2022 3 ماه 7 عدد سوختارها بسیار شده ایستاده است در شهر خوجند. بیشتر در محله 12 18 و طرف چشمه بسیارتر. مسئولین خدمات دولتی آتش نشانی اطلاع دادند که آخرین سوختار در شهر خوجند سنه 4 اپریل سال جاری به قید گرفته شده است. این حادثه در منزل استقامتی ساکن یکی از کوچه‌های محله چشمه رخ داده است. تاکید کردید که حادثه ناخوش سوختار در پی مناقشه عائلوی و قصدا نیست و نابود کردن مالکیت سر زده، عین زمان سبب و خسارات آن معین کرده می شود. سنه 4 اپریل سال 2022 آخرین سوختاری که در شهر خوجند به عمل آمده است این در کوچه چشمه خانه استقامتی می باشد که در آنجا یک حجره استقامتی و یک نقلیات سبکرو سوخته ضرر دیده است. تحقیق سوختار ادامه داشته سببگار و سببش معین کرده می شود. متخصصان خدمات دولتی آتش نشانی در شهر خوجند بهره پیشگیری از حادثه‌های ناخوش سوختار از ساکنان احترامانه خواهش می‌کنند که به قاعده‌های بی‌خطری سوختار رعایت نمایند، هنگام استفاده تجهیزات برقی و گازی احتیاطکار باشند، تجهیزات گرم‌دهنده کارناشایم را خودسرانه تعمیر نکنند و کودکان خردسال خود را زیر نظارت دائمی قرار دهند تا اینکه آنها آتشبازی نکنند، زیرا عاقبت آتشبازی و بی‌اهمیتی به حادثه ناخوش سوختار آورده می‌رساند که آن در پی خود خسارات کلان مالی و جانی دارد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.